بالاخره فهمیدم مستر بیست چجوری همیشه وایرال میمونه. اصلا هم ربطی به هزینه‌های سنگینش نداره و همه تولید کننده های محتوا میتونن ازش استفاده کنن. این ویدیو نتیجه دیدن 57 پادکست مستر بیست، 23 تا ویدیو 15 تا 30 دقیقه تحلیل و دیدن 98 تا ویدیو 0 تا 100 خود مستر بیسته. این نابغه که اولین میلیاردر خودساخته جهان شده، توی محتواش همیشه از 5 تا تکنیک محتوایی داره استفاده میکنه که اصلا سخت نیست. کوتاه و ساده میگم که همه متوجهش بشن. اولی های پیس ویژوال ادیتینگ، یعنی تقریبا هر 1.5 ثانیه تا 5 ثانیه ویدیو در حال کات خوردنه، مثل نشون دادن زاویه جدید، افکت، حتی یه عکس و ویدیو جداگونه. دومی پروگرسیو اوپن لوپ تیزینگ. مستر بیست همیشه یه وعده یا یه جایزه بزرگ برای آخر ویدیوش نگه میداره و نمیذاره مخاطب اون رو هیچ وقت فراموش کنه. به خاطر همین هر 5 تا 10 دقیقه به مخاطب یادآوریش میکنه. سومین کنترل دوپامین کرو. ساختار ویدیو طوری طراحی میشه که هر 2 تا 3 دقیقه یه اتفاق بزرگ یا یه پیروزی کوچیک پیش میاد. این باعث حفظ تمرکز و ترشح دوپامین میشه. چهارمی پردیکتیو ریتنشن گراف مپینگ. قبل از انتشار تیم مستر بیست با دیتاهایی که دارن پیش بینی میکنن که تو کجای ویدیو ممکنه مخاطب ویدیو رو نبینه. به اصطلاح افت ریتنشن رو حدس میزنن و سعی میکنن با کات یا تغییر ریتم اصلاح بشه. و پنجمی ترکیب چالش، پول و چهره‌های معروفه که بهش میگن سوشال پروف امپلیفیکیشن ویا چالش فریمورک. مستر بیست فهمیده که چالش‌هایی که همراه با پولن باعث میشه مخاطب تا آخر ویدیو رو ببینه که آیا کاراکتر چالش رو برنده میشه یا اینکه نه. و چهره‌های معروف باعث میشه تا مخاطب فکر کنه که چرا خارج از پلتفرم خودشون چجوری رفتار میکنن. حتی میشه از فن بیس اونها استفاده کرد. اگه زبانت خوبه 10 تا ویدیو کامل تحلیل ویدیوهای مستر بیست از یوتیوب رو پیدا کردم که اگه کامل ببینیش دید جدید به سناریوهای ویدیوهات پیدا میکنی. اگه میخوایش همین الان کلمه مستر رو کامنتش بکن.